آقا سلام، خوب هستین؟ امروز من حامی دنبل هستم. دنبل چند کیلو؟ دنبل 1 کیلویی. دنبل های 1 کیلویی که تو باشگاه هست، اون گوشه کناره هست، اونا پای حرف یکی از اینا نشسته بودم. گفت آقا این چه وضعشه؟ این چه دنبل شدن؟ ما هم پیش کنار هم دنبلی هم ضایع شدیم. اونا همشون قابل استفادهن، همه میان بر میدارن، روزی 30-40 تا یوزر دارن. من سالی یوزر هم ندارم. و حتی آمار گرفتم از باشگاه دیگه، دنبلای 1 کیلویی در سال حداقل 3 تا یوزر دارن. من باید باشگاه فکر کنم عوض کنم. بهش گفتم حالا ناراحت نباش. دوباره چی ناراحت نباشم؟ اون روز یه حاج خانم اومده سمت من، اونم منو بر نداشته. هم دست خالی خودش بالا و پایین کنه، 7-8 کیلو داره، انگار دنبل میزنه. بعد گفتم حالا چی کار میشه بکنیم برات فلان اینا. گفت حداقل رنگ ما رو عوض کنید، ما بالاخره آهنیم، از داخل آهنیم. درسته رومون یه کاندوم صورتی کشیدن، ولی از داخل آهنی و عجب داریم. بالاخره ما هم جزی از آهنا بودیم. یه روزی حالا سبک شدیم که دیگه قرار نیست دیگه آبرون ببرید همه جا. 1 کیلویی مسخره بازی شده. ما هم یه روزی بالاخره تو سنگ آهن بودیم، تو ذوب آهن بودیم. گفتم هیچ کاری، بالاخره حالا رنگ تو چیکار کنیم؟ رنگ میگه رنگ صورتیه، نارنجیه، قرمزه، حداقل یه رنگ مشکی به ما بزنن. این چه رنگیه که به ما زدن؟ خدای کیل خیلی ضایع هست. بعدش هم بقیه دنبلا، از نظرمون بقیه دنبلا قابلیت ارتقا درجه دارن، بالاخره سنگین تر میشن، میتونن وزن اضاف کنن، وزنشون میشه اضاف کنی کم کنی، بالاخره میشه یه کاری انجام بدی. بالاخره اونا جای پیشرفت دارن. میگم من یکی اصلا نمیتونه هیچ وزن بخوایم، نمیتونه اصلا به وزن اضاف کنی. 2 سرم این 2 سر بلند نسبتتونه، یه جور چیزی، اصلا هیچ راه دنبل وزن اضافه کردن این چیزا اصلا توش نیست. و میگم مثلا این حالت دیلاق دراز که روز دراز تر میشه، انگار صبح که میاد باشگاه نون پنیر خطکش میخوره. این چه کاری کرده اصلا؟ باباش صاحب باشگاهه؟ اصلا کیه این؟ اصلا باباش وکیل بند دنبل ها هست؟ چیه اصلا این؟ چیه؟ کجا بوده اصلا؟ چی کار کرده که میتونه این همه وان بگیره؟ میشینه اونجا 100 نفر مثلا میان اونجا زور میزنن، داد میزنن، همه نگاه میکنن. حتی تو 100 کیلو 200 کیلو هم من دیدم اینا پیشرفت میکنن. بعد همه میگن ای والله ماشاءالله، ای والله امیر دمت گرم، آفرین حمید، آفرین عباس، بزن، آفرین تو میتونی. بعد حتی یه نفرم ساپورتشون میکنه، دست میگیره زیرشون، کمکشون میکنه، میار بالا میار. آخه او چه کاری کرده برای سازنده که همچین چیزی شامل حالش شده که من نکردم؟ چه خط به خط من کردم که اون نکرده؟ ما حداقل یه دنبل میساختین، این هالتر میساختین، دنبل که ساختین آبرون بردین. دنبل 1 کیلویی. اون روز میگفت یه دختر 20 کیلویی اومده سمت من، 20 کیلویی. میگفت دیگه من پیش خودم گفتم این یکی دیگه حداقل منو برمیداره، با هم تمرین میکنه. میگه اونم منو بر نداشت، دنبل 2 کیلویی برداشت. میگه اونجا دیگه اصلا دیگه قاطی کرد، اصلا ریختم تو اصلا به هم دیگه. خلاصه بهش گفتم الان ناراحت نباش رفیق، من خودم با سازندت صحبت میکنم، حالا شاید یه کاری کنیم برات. گفت مثلا چی کار کنیم؟ گفتم مثلا 1 بذار جلو یکت، یه 0 بذار جلو یکت، مثلا میشی 10. همینجا علکی میشی 10. چه اشکال داره؟ حالا تو که اون گوشه افتاده کسی نگاهت نمیکنه، حداقل 10 بشی بذار 1. بعد سازنده جواب داد، پیام داد که نه چیز قابل اجرا نیست و باشگاه میزه به هم، نظم باشگاه میزه به هم.
اشتباه به جای 10 کیلویی برش میدارن. یعنی کسی که دنبل 10 کیلویی برم داره با دنبل 1 کیلویی اصلا تشخیص نمیده. این معلومه نمیخواد کار کنه، این نمیخواد. اصرار کرده اینا. بهش گفتم، به سازندش گفتم خب بذار پشتش، بذار عقبش. بعد هم دنبله هم سابکار سازنده کپ کردن اصلا یه لحظه. من چی دارم میگم؟ مسخره بازی دارم میارم، دارم اذیت میکنم، دارم چیکار میکنم؟ بعد من تا اونجا متوجه نبودم که اینا نفهمیدم منظور من چیه. یهو دوزاریم افتاد. گفتم آقا من میگم یه 1 بذار پشتش حداقل، نمیگم که مثلا بعد نسبت بذار عقبش، که مثلا میگم یه 1 بذار عقبش، چیز دیگه نذار عقبش. یه 1 بذار عقبش بشه 11 هم 1 کیلو بیشتر از ده. اینم پاس پیدا نیست. 2 تا 1 کنار همه، این دیگه کسی اشتباه نمیگیره با دنبل 11 کیلویی. اصلا نداریم دنبل 11 کیلویی. این از آبروش دیگه خورده آبداری کنیم، یعنی از دعواش خود دفاع کنیم، حامیش باشیم. سابقه سازنده بازم در اومد که گفت نه اینم قاطی میشه و فلانه و بسانه، ما نمیتونیم همچی کاری بکنیم. اصلا سازندهش خیلی بد اونو بود و بعد اصلا خیلی. دنبل جان ازت نظرت میخوام، حالا تا شده جایی که شده میتونم یک کاندوم سیاه فقط بکشم رود، از این صورتی بودن در بیایی. همین فقط میتونم از کار که از دستم برمیاد. دوست دارم. بوس خدا نگهدار.